میدونستی مغزمون مثل عضله است و هر چی بیشتر تمرینش بدیم قوی تر میشه؟ الان میخوام 4 تا تمرین ساده بهت یاد بدم که فقط با تکرار روزی چند دقیقه میتونه سرعت فکر کردنت، حافظت و قدرت یادگیری چند برابر افزایش پیدا کنه. که جالبش هم اینه که این تمرین‌ها اصلاً کسل کننده نیستن. چالش‌های باحالیه. پس اگه آماده ای سطح مغزتو ببری بالا، بریم سراغ تمرین اول. اولین تمرین تست جدول شولته. الان این جدولی که سمت راست تصویر قرار گرفته رو اگر نگاش کنی 25 تا خونه است که عدد 1 تا 25 رو به صورت رندوم و تصادفی داخل این جدول جا دادم. حالا مأموریت ما چیه؟ اینه که بیایم این اعداد رو به ترتیب پیدا کنیم و دورشون یه خط قرمز بکشیم. مثلا 1 2 3 اینجاست. حالا سختیش و چالشش اینجاست که باید زیر 30 ثانیه همه اعداد رو به ترتیب پیدا کنی. پس همین الان توی همین ویدیو این مأموریت و این تمرین رو با هم انجام میدیم. شمارش معکوس از ثانیه 30 همین الان شروع شد. برو ببینم چی کار میکنی. خب حالا نگران نباش اگر تو تلاش اولت نتونستی زیر 30 ثانیه این عددا رو به ترتیب پیدا کنی. بیشتر آدما تقریبا 86-7% آدما توی تلاش اولشون بالای 1 دقیقه زمان میذارن. اما نکته مهم اینجاست که اگر تو فقط روزی 5 دقیقه روی این تمرین زمان بذاری، قدرت اسکن مغزت، قدرت پردازش مغزت به شدت افزایش پیدا میکنه و اینو فقط میتونی بعد از 1 هفته به راحتی لمسش کنی. اگر هم که توی گوگل سرچ کنی شولته تیبل، سریع میتونی تمرینای مشابهش رو ببینی و همین الان تستش کنی. تمرین شماره 2، چالش چشم بسته. این تمرین مخصوص تقویت حافظه و آگاهیه. تو این تمرین قرار کارهای بسیار ساده رو ولی بدون نگاه کردن انجام بدیم. این 3 تا کار رو میتونی انجام بدی. یا اینکه اسمتو روی کاغذ بنویسی، یا یه دایره بکشی، یا اینکه اسمتو توی گوشی تایپ کنی. البته نکته اینجاست که باید همه این کارا رو چشم بسته انجام بدی. همین الان با همین تمرین رو میتونیم انجام بدیم. این ویدیو رو استاپ بزنید، اسمتون رو با چشم بسته توی کامنت ها بنویسید. من 15 ثانیه ویدیو رو استاپ میکنم. خب بچه‌ها چطور بود؟ سخت بود دیگه؟ چون برای من که خیلی سخت. احتمالاً توی اولین تلاش کلی کج و کلو اشتباه نوشتی. اما خب این تمرین چجوری به مغز ما کمک میکنه؟ وقتی شما چشمتون بسته است و از مغزتون کمک میگیرید، مغزتون مجبور میشه مسیرهای جدیدی رو درست کنه و این کار باعث میشه ما آگاهی فضاییمون، حافظه عضلانیمون و یادآوری ذهنیمون به شدت تقویت بشه و قوی تر بشه. این تمرین رو فقط کافیه روزی 2 دقیقه انجام بدی. بعد از یه مدت خودت متوجه میشی که توی همه بخشا حافظت خیلی داره بهتر عمل میکنه، حتی توی درس خوندن. و حالا میریم سراغ تمرین 3، تمرین قدرت دست غیر غالب که این تمرین کمک میکنه به انعطاف پذیری و هماهنگی 2 نیمکره مغز. توی این تمرین قرار کلا بازی روزانه عوض بشه. هر کاری که با دست راستت میکردی قرار از این بعد با دست چپت انجام بدی. از مسواک زدن گرفته تا نوشتن روی کاغذ و حتی چت کردن. اگه دست راستی با دست چپ مسواک بزن، اگه دست چپی با دست راست مسواک بزن. مثلا برای تمرینش روی همین ویدیو میتونی با دست مخالفت لایک کنی یا کامنت بذاری. اولش سخته برات. چرا؟ چون مثل راه رفتن میمونه. تمرین نکردی و این مسئله برای شما یکم سخته و عذاب آوره. اما از لحاظ علمی این چه مزیتی برای ما داره؟ علم ثابت میکنه که استفاده همزمان از 2 تا دست باعث میشه ارتباطات جدیدی بین 2 نیمکره مغز ساخته بشن. خیلی خلاصه بگم انگار داری بین 2 تا نیمکره مغزت بزرگراه میزنی. این چه فایده‌ای داره؟ هماهنگی و سرعت فکر کردنت به شدت میره بالاتر. مولتی تاسکینگ میشی
و میتونی سریعتر تصمیم بگیری و سریعتر حل مسئله رو پیش ببری. اگه به مدت فقط 1 هفته کارهایی که با دست راستت انجام میدادی رو تمرین کنی و با دست مخالفت انجام بدی یا بالعکسش، قشنگ نتیجهشو به وضوح میبینی. همون مواردی که گفتم به شدت سرعت تصمیم گیری و فکر کردن تو بالا میبره. و اما تمرین آخر، چالش رنگ و کلمه، اثر استروب برای تمرکز لیزری. این تمرین قرار حسابی ذهنتو به چالش بکشه. تو این تمرین کلمه‌های رنگی رو میبینین اما هر کلمه با رنگ متفاوت نوشته شده. مثلا سبز با رنگ آبی نوشته شده و آبی با رنگ قرمز. تو این چالش تو باید فقط رنگ به کار رفته شده توی نوشته رو بگی، نه خود نوشته. مثلا توی این مثال باید بگی قرمز و توی این مثال باید بگی آبی. تو نگاه اول که ساده به نظر میاد. پس بیاین یه بار با هم دیگه تستش کنیم ببینیم چند چندی. الان هر کلمه‌ای که اینجا اومد شما رنگشو به من بگید. میبینی یه مقدار که میگذره ذهنت به چالش میفته. حالا چرا اینجوری میشه؟ چون مغزت به صورت خودکار میخواد کلمه رو بخونه، اما باید تو جلوشو بگیری و رنگو تشخیص بدی. این دقیقاً میشه همون اثر استروب. این باعث میشه مرکز مغزت به شدت تقویت بشه. این تمرین فایده های زیادی داره. مثلا اینکه میتونی حواس پرتی ها رو نادیده بگیری و به تمرکز جهت بدی، دستور بدی. برای تمرینش هم خیلی ساده است. داخل گوگل سرچ کنید اثر استروب. کلی سایت هست که تمرینشو گذاشتن. فقط با روزی 2 دقیقه انجام دادن این تمرین تمرکز توی هر کاری که انجام میدی به شدت بالا میره. یعنی زمانی که حتی مولتی تاسکینگ هم کار میکنی تمرکزت روی هر کار بالا میره. این هم پس شد 4 تا تمرینی که میتونن به شدت مغزتو قوی تر کنن. دمت گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اینجا کانال سینا ساینسه و من هر چیزی رو که یاد بگیرم در اختیار شما قرار میدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.